سلام دوستان بخیر. بریم سراغ یه مبحث دیگه توی CSS که اه، تقریبا میشه گفت جزء پایه‌ای ترین و مهمترین بخش‌های CSS که شما باید اون یاد بگیرید تا بتونید مفاهیم بعدی که بعدا با هم کار میکنیم و اونا رو به خوبی درک کنید. و این چیزی نیست جز انتخابگرها یا سلکتورز. بریم اینا رو با هم یاد بگیریم. من توی این جلسه 4-5 مدل شاید بیشتر از سلکتورها رو میگم. یه چند تا سلکتور دیگه میمونه که میره برای جلسات بعدی که بیشتر با CSS آشنا شدیم، بیشتر چم و خمش رو یاد گرفتیم، میریم سراغ اون سایر سلکتورها رو هم یاد میگیریم و با هم کار میکنیم. من سعی میکنم توی این جلسه سلکتورهای ابتدایی و اساسی CSS رو بهتون یاد بدم. خب اما من چند تا element اینجا قرار میدم. مثلا یه دونه h6 قرار میدم، توش می‌نویسم مثلا this is heading 1. سیو که بکنیم اینو داریم یه دونه h6. جلسه قبلی یه دونه فایل استایل درست کردم داخل دایرکتوری CSS و استایلمون اونجا می نوشیم. گفت وقتی می‌خوایم الحاق مثلا لینک استفاده می‌کنیم و حتما باید پراپرتی رلش رو مساوی استایل شیت قرار بدیم. خب اولین سلکتور که برای توی CSS مطرح میشه سلکتور المنت. یعنی من وقتی میخوام به اصطلاح انتخاب کنم اون المنت رو، اینو میخوام انتخاب کنم، باید بیام چیکار کنم؟ از اسم اون تگ برای سلکتورم استفاده میکنم، میگم ادچک. وقتی میگم ادچک یعنی تمامی ترجیح های ادچکی که داخل این صفحه هست، تمامی پراپرتی ها و قواعد CSS که من داخل این بلوک CSS می نویسم بهش اعمال میشه. مثلا من میگم آقا کالرش بشه قرمز. اینجا وقتی بیام رفرش کنم این میشه قرمز. اگر بر فرض مثال مثلا اینجا میام میدونه پی قرار میدم، می نویسم مثلا this is first paragraph. اینا میگم اولین پاراگرافه. بعد میام دو تاش میکنم first، اینا میگم چی second paragraph. این تغییر پی میاد اینجا قرار. میخوام اون چیز رو بهتون بگم که اگر مثلا می نویسم پی به تمامی ترجیح پی اعمال میشه. مثلا آقا من میگم اینجا فونت سایزش مثلا بشه 20 پیکسل. اینجا وقتی میام رفرش میکنم میبینید هر دو تگ بی پی فونت سایزش شد چقدر؟ 20 پیکسل. و اینسپکت هم بکنم اینجا نوشته تگ پی فونت سایز 20 پیکسل. پس این از سلکتور چی؟ سلکتور element. خب بعد من میام چیکار میکنم؟ سلکتور بعدی چیه؟ سلکتور بعدی سلکتور کلاسه. اینجا من یه دونه میام چیکار میکنم؟ مثلا همین پیه رو خب یه کلاس بهش میدم. خب کلاس رو بهش میدم چی؟ مثلا مینویسم پارا. خب میام اینجا سلکتور کلاس با نقطه مشخص میشه، میگم دات نه. خودش هم از HTML تشخیص میده. یه داتی گذاشتم خود پارا رو واسم دات اسم اون کلاس. اینجا میگم چه اتفاقی بیفته؟ میگم آقا هر کدوم که داره مثلا کالرش بشه آبی. میام اینجا رفرش میکنم، اولیه فقط شد آبی. چرا؟ چون فقط به تگ پی اول رو دادم، کلاس پارا رو نسبت دادم. اگه بخوام اون یکی هم بگیره میام این کلاس پارا رو بهش به دومی هم نسبت میدم. اینم از سلکتور کلاس. سلکتور بعدی سلکتور آیدیه. خب مثلا من میام اینجا این h1 رو خب سلکتور آیدی میگم آیدی مثلا تایتل، مثلا مین تایتل. خب میام داخل CSS هم اینجا گفتم h1 میتونم به جای h1 خب الان بذار h1 اون رو داشته باشه، میگم برای آیدی از هشتگ استفاده میکنم. میبینید وقتی هشتگ گذاشتم خودش تشخیص میده که اینتر میزنم مین تایتل رو مینویسه. اینجا میخوام چه اتفاقی براش بیفته؟ مثلا میگم آقا فونت سایزش باشه 30 پیکسل، هم بزرگ باشه کامل. 30 پیکسل از h1 کوچیک‌تر بود، میگم 40. خب این شد 40 پیکسل. الان وقتی این اچ من اینسپکت کنم دو تا استایل بهش اعمال شده. اولیش استایلیه که مربوط به آیدیه که بهش دادم، آیدی مین تایتل اینجا نوشته، اینجا نوشته مین تایتل.
پراپرتی CSS بعدی که برای رنج هست اینجا بهش اعمال شده و اون چیه؟ کالر رد. اینجا به ترتیب اولویتی که وجود داره اینا رو مینویسه. اولویت آیدی از همه چیه؟ بیشتره. بعدن کلاس، بعدش المنت، بعدن کلاس. خب کلاس بعد المنت مثلا من میام چیکار میکنم اینجا؟ من کلاس اولویت رو یه توضیح براتون بدم. مثلا اینجا من میام علاوه بر این یه کلاس یه دونه آیدی هم بهش میدم، بهش میگم فرست پارا. خب این فرست پارا رو بعد از این کلاسه، بعد از اینجا میگم آیدی فرست پارا اولیه رو مثلا بیا چیکار کن، بیا مثلا فونت ویتشو بیا چیکار کن بولد در نظر. فقط میخوام این اولیه بیا چه اتفاقی بیفته، بولد بشه. من رفرش کردم میبینید، بزن اینسپکت کنم. خب الان نگاه کن، از فرست پارا بولد رو گرفته، از دات پارا از این یکی رنگ رو گرفته، از این یکی فونت سایز رو گرفته. بر فرض مثلا من میخوام این اولیه فونت سایزش هم بزرگتر باشه، میام اینجا میگم فونت سایزش هم چند باشه؟ 30 پیکسل باشه. خب من این 30 پیکسل رو فونت سایز رو توی تگ پی بهش داده بودم، درسته؟ اینجا تگ پیه دیگه، اینجا هم تگ پیه، هم کلاسه، هم آیدی. میخوایم اولویت ها رو با هم بررسی کنیم. اینجا وقتی رفرش کنم تو اینسپکتور نگاه کنید ایناش، ببین اول آیدی نوشته فونت ویت بولد، فونت سایز 30 پیکسله و اینجا روی فونت سایزی که من به تگ پی دادم خط کشیده، میگه آقا این از این فونت سایز استفاده نمیکنه. و اینجا اگه بیام دوباره مجدد مثلا یه فونت سایز 25 پیکسل هم بدم، خب بازم اولویت آیدی از اون بیشتره. میبینید اولویت آیدی از کلاس بیشتره، کلاس از المنت. اینجا وقتی اینسپکت کنم اون یکی رو نگاه کنید، این هم تگ پیه که من اینجا سلکتورش رو نوشتم، گفتم فونت سایزش بشه 20 پیکسل و هم اینجا هم کلاس پارا رو داره که فونت سایزش 25 پیکسل. میبینید اولویت کلاس بیشتر بوده، پس اول اولویت آیدی از همه بیشتره، بعد اولویت کلاس، بعد تازه میرسیم سراغ اولویت چی؟ خود اسم المنت که به عنوان سلکتور استفاده شد. این از سلکتور المنت، سلکتور کلاس و سلکتور آیدی. دقت داشته باشید که آیدی حتما باید یونیک باشه. داخل صفحه جلسات قبلی بهتون این قضیه رو گفتم. بعضی وقتا من میخوام اینجا نگاه کنید، من یه دونه دیگه از این اضافه، اینجا یه دونه تگ اسپن اضافه میکنم، مثلا یه دونه تگ اسپن اضافه میکنم، اینم کلاس پارا رو بهش میدم. اینجا می‌نویسم this اسپن تگ. اینجا وقتی رفرش کنم، خب مثلا اینسپکت کنم ببینم چیا رو گرفته. ببینید چون کلاس پارا رو گرفته، هم فونت سایز رو گرفته، هم رنگ رو. خب من میخوام بگم وقتی ترج اسپن بود، خب تا بیا رنگش سبز بشه، چیکار میکنم؟ میگم اسپنی که کلاس پارا داره، چه اتفاقی براش بیفته؟ رنگش مثلا بشه سبز. اینجا وقتی رفرش کنم، اگر ترج اسپن بود و کلاس پارا داشت، چه اتفاقی میفته؟ رنگش سبز میشه. این قضیه رو برای آیدی هم میتونید چیکار کنید؟ استفاده کنید. آیدی زیاد کاربردی نداره ولی برای کلاس ها بیشتر کاربرد داره و کلا تقریبا میشه گفت 90% سلکتورهای ما داخل دنیای واقعی همین سلکتور چیه؟ سلکتور کلاسه. من اینجا بخوام کامنت هم براتون بذارم، می‌نویسم elements، اینجا می‌نویسم plus، اینجا می‌نویسم id. اجازه بدید این id رو از اینجا بیارم، اینجا قرار بدم چه این element هم ببرم اینجا. تو CSS یا توی HTML وقتی می‌خوایم کامنت کنیم چیزی رو، اون رو انتخابش می‌کنیم یا فوکوس رو می‌بره اونجا قرار میدیم، با کلیک می‌کنیم کنترل اسلش یا کنترل شیفت و اسلش برای چند خطی ها میام چیکار می‌کنیم؟ استفاده می‌کنیم. تو CSS کامنت کرد. این از سلکتورهای
ابتدایی. خب حالا من اینجا یه دونه HR قرار میدم. بریم سراغ بقیه چیزایی که میخوایم یاد بگیریم. خب من میام چیکار میکنم؟ من اینجا یه دونه سکشن قرار میدم، تگ سکشن، کلاس سکشن هم بهش میدم، کلاس مثلا مای سکشن بهش میدم که چی بشه؟ همنام با اسم تگ نباشه. اشکالی هم نداره ها، میتونه همنام باشه، ولی خب من چون میخوام شما اشتباه نکنید اینو یه مای به اولش اضافه میکنم. خب میرم داخلش، میخوام یه دونه دیوایدر داشته باشم، داخل این دیوایدر یه دونه H2 دارم، می‌نویسم section title یا می‌نویسم first section title، بعد یه دونه تگ P میذارم، داخلش یه دونه لورم میام پایین، یه دونه از همین کپی میزنم، پیست میکنم مثلا توی وب استور، توی آره، برای اینکه یه دونه المنت رو کپی کنی، مثلا من کنار این اچم فوکوس رو میذارم اینجا، وقتی میخوام یه دونه از همین کپی بزنم کنترل نگه میدارم دیو میزنم، یه دونه از همون برام کپی میکنه. الان من یه دونه از این کپی میخوام سلکتش میکنم، کنترل دیو میزنم، میاد اینجا قرار میگیره، اینجا میشه second section title. اینجا وقتی رفرش کنم یه همچین چیزی برام ایجاد میشه. خب من میخوام چیکار کنم؟ این مای سکشن رو سلکتور کلاس دیگه، اجازه بدید اینجا یه دونه از اینا براتون بذارم که بچه تمامی ایجاد بشه ببینم. خب اسمش چیه؟ خودش ساجست میده مای سکشن. من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام بگم تمامی دیوهایی که اینجا وجود داره، میخوام اینا رو سلکت کنم، میخوام تمامی تگ های دیوایدری که اینجا وجود داره رو بیا چیکار کن؟ سلکت کن. خب میام اینجا میگم سکشن، بعد از اون یه دونه اسپیس میزنم، مینویسم دیوایدر. خب به این بگیم سلکتور اوبلاد، تمامی دیوایدر هایی که داخل مای سکشن باشه رو چیکار میکنه؟ انتخاب میکنه. مثلا من میخوام چیکار کنه؟ مثلا بهش میگم بوردرش بشه 1 پیکسل، یا بک‌گراندش میدم بک‌گراندش بشه گری، خاکستری. اینجا اگه رفرش کنم میبینید این دوتا بک‌گراندش چی شد؟ خاکستری رنگ شد. خب اجازه بدید اینجا بعد از این پیه، خب من بعد از این اچ تصور کنم من یه دیوایدر دیگه دارم، خب این پی هم داخل اینه. خب اینجا اگه رفرش کنم اون یکی هم دوباره گرفت. بذار اینو به بوردر تبدیل کنم، بوردر 1 پیکسل سولید رد. حالا اینو توضیح میدم، پراپرتی ها بیشتر با هم آشنا میشیم. خب ببینید، بذارید فاصله بین اینا رو ایجاد کنم فعلا با بی آر تا بعدا مراجعه اینا رو بنویسم. یه بوردر سراسری دیو اصلیم گرفته، جام بذارید بی آر فاصله ایجاد بشه. خب بذارید من این فکر کنم این دیواید این مای سکشنه، هیچی، یه مش قاعده داره که مال خودمون رو کرده. این دیوایدر اولیه که در برگیرنده چیاست، در برگیرنده H2 و یه دیوایدر دیگه است. نگاه کنید اومده چیکار کرده؟ یه بوردر 1 پیکسل سولید رد رو گرفته، سولید یعنی ساده. بعد این دیوایدر هم دوباره اونو گرفته. چرا؟ چون من اومدم از سلکتور چی استفاده کردم؟ اولاد استفاده کردم. میخواستم بهتون بگم که تمامی ترجیح های دیوایدری که داخل این مای سکشن هست انتخاب میشه. مهم نیست که فرزند اول باشه یا فرزند دهم. یعنی من اگه اینجا یه دونه دیوایدر داشته باشم بازم یه اتفاقی میفته. میبینید یه دونه بورد ایجاد شده. بذار بیارم اول پیه بچه میشه. ببینید یه بوردر اومد اینجا ایجاد شد. یا مثلا اگه وسط این پی اگه من بتونم میدونه بریم بزنم، میبینید اومد این وسط قرار کرد. حالا کار نداریم، اینا رو بردارم که این سلکتور اولاد. بعد من میتونم خود اینا رو کلاس هم بهش بدم دیگه، مثلا کلاس اینو میدم مثلا باکس. خب رفرش میکنم، اینجا میرم نمیگم دیوایدر، میگم دات باکس. ترجمهش چه شکلی میشه؟ میگه تمامی کلاس های باکسی که داخل عناصری با کلاس مای سکشنه. این قاعده رو بگیره. اینجا رفرش میکنم. دومیه چرا نگرفت؟ به خاطرش من این کلاس باکس رو اینجا هنوز اعمال نکردم.
کلاس میزنم باکس میام اینجا رفرش میکنم این اولش. خب میرم داخلش مجدد. خب اینجا دیوایدر، این پی هم داخل یه دیوایدر بود درسته. از من اینو اشتباه دادم، اینو باید بدم به این دیوایدر اینجا. این میخوام فقط چی باشه؟ دیوایدر باشه. رفرش کنم. خب پس میتونیم از چی استفاده کنیم؟ از سلکتور کلاس هم میتونیم چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. خب حالا تصور کنید من میخوام پی هایی که واسه این دومیه، من چند تا از این پی اضافه میکنم. بذارید کوتاه‌ترش کنم. میام لارم این رو رفرش میکنم، چند تا از این اضافه. خب 5 تا تگ پی اومد اینجا قرار بگیره. خب من میخوام چیکار کنم؟ میخوام بگم فقط اولین بذار رو بالایی مثال بزنم بعد بریم تو پایینی. میخوام بگم اولین دیوایدری که داخل این سکشن هست یه اتفاق براش بیفته، یعنی دیوایدرهای سطح اول این اتفاق براش بیفته، نه دیوایدرهای سطح دوم. مثلا میخوام دو تا دیوایدرها رنگش رو عوض کنم. خب ولی دومیه مثلا رنگش عوض نشه. خب میام چیکار میکنم؟ میام اینجا اجازه بدید که آره میخوام مثلا دیوایدر سطح اول بوردرش رو عوض کنم. خب اینو بردارم، اینو میکنم بکگراند، میذارم لایت گری. اونجا تو باکس رو یه بک‌گراند خاکستری میگیره. میخوام چیکار کنم؟ میخوام بگم دیوایدرهایی که در سطح اول فقط هستن، یعنی این دیوایدره و این دیوایدره در سطح اولن دیگه، اینا چه اتفاقی براش میفته؟ یه بوردر چیز بگیرم، میگم دات مای سیکشن. اینجا دات باکس رو مینویسم مثل قبلی، فقط بین اینا به جای اسپیس از علامات بزرگتر استفاده میکنم و این بوردر رو بهش میدم. اینجا که رفرش کنم ببینید فقط دو تا دیوایدر سطح اول او اتفاق براش افتاد. این دیوایدر دومیه اصلا بردره رو نگرفت. اینجا من اگه اینو کپی اینسپکت کنم ببینید این دیوایدر است. میبینید این دیوایدر هیچ استایلی نگرفته، چون از اومدم از سلکتور بزرگتر یا اولین فرزند استفاده کردم. گفتم تمامی باکس هایی که اولین فرزند مای سکشن هستند، یا اجازه بدید اینو بکنم دیوایدر که درست تر باشه، یعنی دیوایدر هایی که اولین فرزندش هستن. میبینید بازم اون دیوایدری که اینجا بود میبینید هیچ استایلی نگرفته، ولی اگر اینو بردارم میبینید این بردره به این اعمال میشه، چون این یکی سلکتور اولاد تمامی فرزندها رو انتخاب میکنه، ولی این یکی سلکتور چیه؟ سلکتور اولین فرزنده، سلکتور فرزنده، سلکتور بزرگتر بشه، فقط میاد اون اولیار رو انتخاب. خب بریم سراغ سلکتور بعدی. من میام اینجا میخوام چیکار کنم؟ میخوام بگم اگر یه دونه تگ h2 داشتم و اگر بعد از این h2 یه تگ p اومد، بیا مثلا چیکار کن؟ اون رو فونت ویتش رو مثلا بولد کن. خب میام اینجا خب میگم دات باکس. خب تو در تو می‌نویسه، یعنی میگه اونایی که داخله. میگم دات باکس h2. خب بعد میخوام بنویسم چی؟ میخوام بنویسم پی. خب یه چیزی به این اعمال کنم. میخوام چه اتفاقی بیفته؟ مثلا فوند ویتش بشه بولد. خب اینو که بنویسم به همه پیا، البته نه، این یکی یعنی وقتی پی داخل h2 باشه من یه دونه به علاوه اینجا میذارم. خب اجازه بدید اینم بردارم که گیج نشید. میگم h2 اگر یه دونه به علاوه پی. این یعنی چی؟ این سلکتور مجاورته، یعنی اگر بعد از اون پیه، بعد از اون اچه یه دونه پی بود، اون پیه رو بیا چیکار کن؟ فونت ویتش رو بولد کن و اینکه اولیشو فقط این بلا رو سرش بیار. ببینید الان من 4 تا تگ پی داشتم اینجا دیگه، میبینید اینجا من یه دونه h2 داشتم و 4 تا تگ پی. این به علاوه رو که بین اینا گذاشتم فقط به اون اولیه چیکار کرد؟ اعمال کرد. گفت اولین پی ای که دقیقاً بعد از h2 میاد اون اتفاق براش بیفته. حالا میخوام بگم نه، میخوام به همشون اعمال کنیم. من میگم h2 این پی هم میذارم
خب مثلا میخوام بگم چیکار کن، مثلا میخوام بگم رنگشون همشون بشه مثلا چه رنگی، صورتی پر. حالا بین اینا چی قرار میدم؟ یه علامت به اسم نقیض یا مد. شیفت نگه میدارم، کلید زیر اسکیپ رو تو کیبورد میزنم، اون گوشه سمت چپه. این وقتی این کارا قرار بدم، وقتی این کارا بکنم، همچین سلکتوری انتخاب کنم، میگم تمامی پی هایی که در مجاورت H2 هستن، بعد از H2 هستن، این اتفاق براشون اعمال بشه. دید همشون شدن صورتی. حالا من اینسپکتش هم بکنم، می‌بینید سلکتور رو اینجا آورده و اولیه رو که بیارم هم این صورتیه رو داره، خب همون فونت ویت بولد رو داره. از تگ پی که اون بالا نوشته بودم، فونت سایز چی داره؟ 20 پیکسل رو دارید. همه اینا بهش اعمال شده. بعد یه مسئله دیگه، بعضی وقتا مثلا دارم میگم این بالا میخوام چی کار کنم، میخوام گروه بندی رو بهتون بگم، گروه بندی پراپرتی ها رو. مثلا چیکار کنیم؟ بر فرض مثال این H1 خب یه دونه بوردر داره، مثلا این H1 یه دونه بوردر حالا ندیم، مثلا چرا بوردر ها مهم است؟ من میگم بوردر این باشه بوردر یه پیکسل سولید مثلا آبی. این اچکه برداشت میشه یه پیکسل سولید آبی. این پی ام یا مثلا اون که کلاس پاراگراف داره، اینو دقیقا میخوام به اینم بدم. خب اینم رفرش میکنم. اونایی که کلاس پاراگراف دارن خیلی شلوغ شد، بذارید من بیام جدا بنویسم میشه متوجه بشید. میام اینجا، من یه HR دیگه بزنم، من اینجا یه دونه H3 میذارم، مینویسم، همین رو کپی میکنم. میگم آقا این هدینگ 3 یه دونه کپی میزنم، یا هدینگ 4 این 3 رو میکنم 4. اینجا اگه رفرش کنم این هدینگ 3 و هدینگ 4 اومد. من میام تو CSS هم، خب اینجا میگم آقا H3 خب مثلا کالرش باشه قهوه‌ای. خب اینجا H4 هم بر فرض مثال کالرش باشه همون قهوه. اینجا اگه رفرش کنم هر دوتا میشن قهوه‌ای. ولی من دو تا سلکتور دارم، سلکتوراشون با هم فرق میکنه ولی مقادیرش یکیه. خب چه کاریه که این کار انجام بدم؟ اینجا می نویسم H3 کاما یه دونه H4، این از اینجا پاکش میکنم، میگم H3 و H4 هر دوتا رنگشون بشه قرمز. اینجا وقتی اینو اینسپکت کنم میبینید اینجا من H4 رو اینسپکت کرده بودم، میبینید اینجا میگه آقا H3 و H4 کالرش بشه قهوه‌ای و اگه رو H3 کلیک کنم این یکی پر رنگ میشه، میگه H3 و H4 کالرش بشه قهوه‌ای. اینم از گروه بندی کردن عناصر داخل CSS سلکتورها. بعد یه سلکتور دیگه هم داریم بچه‌ها، سلکتور سراسری که من اونو وقتی اعمال کنم اسمش هست استار، به تمامی المنت های من اون قاعده رو چیکار میکنه؟ اعمال میکنه. مثلا من میخوام بگم هر المنتی داخل صفم هست فونت فامیلیش بشه تاهما. خب میام کد سیو میکنم، رفرش میکنم، تمامی عناصر فونت فامیلیشون شد چی؟ تاهما. حالا تگ پی باشه، تگ اچ باشه، یه متنی رو برده باشم داخل یه دیوایدر گذاشته باشم، اسپن باشه، مهم نیست. هر المنتی که من دارم، این المنت چیه؟ سراسری، گلوبال یا جنرال میگیم. به همه میاد فونت فامیلی چیکار میکنه؟ اعمال. اینم از سلکتورها داخل CSS. حالا یه چند تا سلکتور دیگه هم میمونه که اونها خود پیشرفته تره، جلوتر که بریم باشون آشنا خواهیم شد. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.